خیلی قشنگه که مادری خوشحال به خونه برمیگرده و خانواده‌اش شاده چون نوزادی سالم به دنیا آورده. نه اینکه بعد از 9 ماه انتظار نوزادی مرده به دنیا بیاد. اون هم به خاطر مشکلاتی که میشد به راحتی حلشون کرد. پسرم برای من یه معجزه است. افتخار من و دلیل شادیمه و پیامی از امید برای همه زنان دنیا. Anokumu, BBC, Lilongwe, Malawi. ممنون که در این بخش خبر همراه ما بودید. با سلام دوباره. در ادامه تظاهرات و اعتصاب‌هایی که 3 روز پیش از بازار تهران در اعتراض به گرانی دلار آغاز شد، صبح امروز گروهی از معترضان در شهر فسا در استان فارس به ساختمان فرمانداری این شهر حمله کردند و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای تلاش کردند که آنها را پراکنده کنند. دیشب هم شماری از مردم در فولادشهر، ممسنی و عراک به خیابان‌ها آمدند. در همین حال عده‌ای از دانشجویانی که دیروز بازداشت شده بودند آزاد شدند. دادستان کل ایران گفته که اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز قابل درک است، اما با تلاش برای ناامنی برخورد می‌شود. عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران منصوب شد. او پارسال در مقام وزیر اقتصاد در مجلس استیضاح شد و با رأی عدم اعتماد نمایندگان کنار رفت. آقای همتی 4 سال پیش هم ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. او که در پی اعتراضات علیه افزایش شدید بهای ارز جایگزین محمدرضا فرزین شده، امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت وعده داد که نوسانات قیمت دلار را مهار کند. و تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از سئول، پایتخت کره جنوبی، در شرایطی که این کشور آماده میشه برای آتشبازی سال نو. تصاویر احتمالا آتشبازی از دقایقی پیش بعد آغاز خواهد شد. آماده هستند برای اینکه سال نو میلادی رو آغاز بکنند.
اسرائیل از فردا فعالیت 37 گروه امداد در غزه و کرانه باختری اشغالی را ممنوع می‌کند. دولت اسرائیل می‌گوید این گروه‌ها اطلاعات شخصی کارمندان خود را ارائه نکردند، اطلاعاتی که به گفته اسرائیل برای جلوگیری از سوء استفاده حماس از کمک‌ها ضروری است. اما این سازمان‌ها می‌گویند که این ممنوعیت کارکنان آنها را به خطر می‌اندازد. اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و گفتند که دسترسی فلسطینیان به کمک‌های حیاتی را به شدت تضعیف می‌کنند. ممنون که همراه ما بودید. در امکان بیننده برنامه بعدی باشید.